شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 12 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. مارتین با همیان پر به آکلند آمد و دوباره در حجرچه خود در حوله برنارد هیکینباتم جایگیر شده به کار چسبید. از باز آمدن خود روف را خبر نکرد. عزم کرد که به نزد وی تنها بعد نوشته فراوردن حکایت جویندگان خزینه می رود. وسوسه ایجادی که وجودش را فرا گرفته بود مدد می رسانید که او بر این مهلت فراق نیز تاب آورد. گذشته از این هر جمله‌ای که می نوشت روف را به او نزدیکتر می کرد. او نمی دانست که حجم آچرک چقدر باید باشد، ولی مقدار کلمه های آچرک را که در 2 صفحه علاوه یکشنبگی شارع سن فرانسیسکو چاپ شده بود حساب کرده برآمده قرار داد که از روی آن عمل کند. مارتین 3 روز دم نگرفته کار کرد. آچرکش را به آخر رساند، سپس با دقت آن را با حرفای کلان کلان روی نویس کرد تا خواندنش آسان باشد. بعد ناخواست از کتاب زبانی از کتابخانه گرفتهش درک یافت که در سطر ناخنک گفتنی چیزها هستند. وی باشد این چیزها را به گوشه خیالش هم نآورده بود. مارتین خودی همان لحظه دوباره بر روی نویس کردن آچرک نشست و دم بدم کتاب درسی را ورق زده در ظرف 1 روز در خصوص نوشتن انشا چندان معلومات به دست آورد که مکتب بچه مقرری آن را در مبدل 1 سال هم به دست آورده نمی تواند. او مراتبه دوم آچرک را روی نویس کرده آن را احتیاطکارانه غلبه‌وار پیچانید، ولی بناخواست در روزنامه قاعده ها را برای نوقلمان خواند. در آن قاعده ها گفته می شد که دستنویس را غلبه‌وار پیچانیدن ممکن نیست و تنها در 1 روی ورق نوشتن لازم است. مارتین این هر 2 قاعده را ویران کرده بود. او همچنین معلوماتی را خواند که در ژورنال‌های بهترین برای 1 ستون کمش $10 می دادند. مارتین آچرک را مراتبه 3 روی نویس کرده دلش از آن تسلی می یافت که تکرار به تکرار 10 ستون را به $10 ضرب می زند. حاصل ضرب دایم همان 1 خیر $100 بود و او به خلاصه آمد که از این دریا نوردی خیلی فایده ناکتر است. اگر او 2 مراتبه غلط نمی کرد حکایت در 3 روز تیار شدگی بود. $100 در 3 روز. برای این مقدار مبلغ را کار کردن وی باید 3 ماه آواره بحرها می شد. مادام که کس قلم دارد عذاب و مشقت دریا نوردی را کشیده گشتن ابلهی است و بس. اما پول برای مارتین چندان قدر و قیمت نداشت. قدرش تنها در آن بود که با او فرصت و امکانیتی خریدن کاستیومی نقص میداد و این همه یک جایه او را باید به دختری خوشندامی رنگ پریده، دختری که تمام حیات او را چپگردان کرده آن را از روح و الهام سرشار گردانید نزدیک میکرد. مارتین دستنویس را به لفافه کلان انداخته دهانش را محکم کرد و آن را به محرر شارع سان فرانسیسکو فرستاند.
او گمان داشت که هر چیزی بر ردکس فرستاده شونده فوراً انتشار می‌گردد و چون آچرک را روز جمعه فرستانده بود نگران شد که روز یکشنبه می‌براید. از بازگشت که خود روف را به همین وسیله آگاه نمودن عجب خوش و گواراست. در خود همین روز یکشنبه او به نزد روف خواهد رفت. در این میان به سرش فکری تازه زد که آن به نظرش فوق‌العاده فکری نغز، درست، سالم و در عین زمان ساده نمود. او قرار داد که برای پسر بچه های حکایی پرماجرای نوشته او را به همسفری نورسان فرستد. او به قرائتخانه رفت و چند دسته همسفری نورسان را از نظر گذرانید. معلوم شد که نشریه حکایه های کلان حجم و پوست ها را قسم به قسم تخمینا 3000 کلمگی چاپ میکرده است. هر یک پوست در 5، بعضیشان حتی در 7 شماره چاپ شدند و او قرار داد که حکایش را در همین اساس نویسد. مارتین یک وقت به ارکتیکا در کشتی نهنگ صید کنی سفر کرده بود. نقشه سفر برای 3 سال کشیده شده بود ولی آن بعد نیم سال انجام یافت، چرا که کشتی به هلاکت دچار آمد. اگرچند که او از خیالات نمیلنگید ولی حقیقت پرست بود و از این رو اثرش را تنها در خصوص چیزهایی برایش معلوم نوشتنی شد. او کسب صید نهنگ را به خوبی میدانست و قرار داد که به متریالی واقع تکیه کرده از سرگذشت‌های بافته 2 پسر بچه نورس حکایت کند. این کار دشوار نبود و روز شنبه بیگاهی علکه جسمی یکم را عبارت از 3000 کلمه نوشته جیم را به غایت شاد گرداند. میستر خیگین باتم باشد به سبب نویسنده‌ای در خاندان آنها پیدا شده هزل و استهزا کرد. مارتین به دهن آب گرفته بود و تنها با حلاوت تصور میکرد که یزنه شماره یکشنبگی شارح را ورق زده آچرکی دادر عروسش را درباره جویندگان خزینه خوانده چیسان شگفت میماند. روز یکشنبه صبح بر وقت برای گزیت خود به درآمدگاه فرآمد. او گزیت را چندین بار با کمال دقت دیده برآمده آن را قطع کرده به جایش گذاشت. خرسندی کرد که از کوششش به کسی دهان نگشاده است. سپس خوب ملاحظه کرده به خلاصه آمد که در خصوص چاپ شدن حکایه در مطبوعات صحو کرده است. علاوه بر این در آچرکی او یگان چیزی روزمره نبود و احتمال است که محرر پیشکی با او ملاحظه های خود را نوشتنی شده باشد. بعد نهاری او باز به نوشتن پوست مشغول شد. اگرچند که او تیز کار را قطع کرده به لغت یا کتابی درسی زبان روی می آورد، کلمه ها از زیر خامش به ایست می برآمدند. بعضا هنگامی چنین تنفسا او باب نوشته شده را گشته و برگشته می خواند و خود را با آن تسکین می داد که دقتش را از کار بزرگ ایجادی به جای دیگر جلب کند، هم در عوضش قاعده های انشا را از خود می کند، طرز افاده و بیان فکر را می آموزد. او تا فرآمدن تاریکی به نوشتن مشغول می شد و بعد به قرائت خانه رفته تا ساعت 10 یعنی تا پوشیده شدن آن مجله های هر هفته‌ینه و هر ماه را تگورو می کرد. ریجه کارش برای این هفته چنین بود: هر روز به اندازه 3000 کلمه اثر نوشته هر بیگاه به قرائت خانه می رفت و مجله ها رو ورق زده فهمیدن می خواست که به ناشران چه خیل شعر و حکایه ها پوست نقول می شوند. یکی ذره شک و شبهه نداشت. نوشتنی هر آنچه که این نویسندگانی به حد و حساب می نوشتند از دستش می آید و زیاده از این مهلت لازم است و او چنان اثری بسیاری نویسد که آنها به خوابی شبشان هم نمی نویسند. او در بیولیتین کتاب مقاله را درباره حق قلم خوانده لذت برد. در آن مقاله در آمد گپ گفته می شد که کیپلین برای هر کلمه $1 می گرفت. برای نو قلم باشد این معلومات او را علی خصوص به رغبت آورد. در مجله های درجه یکم معیاری قدیمترین 2 سنت است. همسفری نورسان به شبه مجله درجه یکم بود و به همین طریق برای 3000 کلمه‌ای که او در
ظرف یک روز می نویسد باید $60 پول گیرد. این مقدار با درآمد 2 ماهه سفری بحری برابر بود. مارتین روز جمعه بیگاهی پوستی خود را به آخر رساند. آن رسا از 21,000 کلمه عبارت بود. برای هر یک کلمه 2 سنتی حق دهند هم او صاحب $420 می شود. برای کار یک هفته اینه اینقدر حق دهند بد نه. در عمرش حالا یگان مراتبه به دستش با یک بارگی اینقدر پول ندر آمده بود. حتی عقلش نمی رسید که اینقدر پولی بسیار رو برای چی خرج می کند. آخرین کان طلاست. چشمه خوش نشوندهی بهبودی است. او نقشه کشید که سر و تنش را درست می کند، با یک دسته روزنامه و مجله آبونه می شود. همین معلومات نامه هایی را که برایشان حالا به کتابخانه می تازد می خرد. با وجود این از $420 هنوز مبلغی خیلی کلان باقی می ماند و او میناب می کرد که آن را برای چی استفاده می برد. سرانجام علاجش را یافت. برای خواهرش گرترود خدمتگار گرفتنی و برای مریان ولیسیپد خریدنی شد. مارتین دستنویسی کلان حجم را به اداره همسفری نورسان فرستاد و روز شنبه بیگاهی نقشه آچه را درباره غواصانی مروار جوی در مین پزانده به نزد روف رفتگار گشت. او پیشکی سیم زده بود و از این رو خودی روف به استقبالش برآمد. خودی همان لحظه وجودش را احساسی برای شناس، احساسی توانایی و بردمی که از مارتین می آمد فرا گرفت. به نظرش این قوه به وی هم سرایت می کرد، چون موج جوشان در رگ و پیهایش پهن شده وادار می ساخت که وجودش از هیجان به لرزش درآید. مارتین چون به دست دختر دست رسانید به چشمان آسمانگونش نگریست. دوباره رویش علف برآورد، ولی روف این را پی نبرد، چرا که چهره جوان در ظرف 8 ماه سفر آفتاب خورده و سیب سیاه گشته بود. اما سرخی رخی را که گریبانچه ساییده بود سیاهی هم پنهان نداشته و چون چشم روف به آن افتاد از تبسم به زور خودداری کرد و همین که به کاستیوم مارتین نظر افکند دیگر میل تبسم از وی دور شد. سیمش این دفعه نهایت شینم بود. این کاستیوم اولین بود که مارتین فرموده دوزانده و او در آن خوش اندامتر و لطیفتر می نمود. بر علاوه او در دست به جای کپکه کلاهی ملایم داشت. روف فرمود که مارتین کلاهش را پوشیده نشان دهد و نمودی ظاهریش را تعریف کرد. روف از خرسندی به کرته نمی گنجید. این دیگرگونی محصول کار او بود، افتخار او بود. به دل آرزو داشت که من بعد مارتین را چی ترس رهنمون می گردد. اما روف را یک چیز دیگرگونی در زبان مارتین نهایت شاد گرداند که این نهایت مهم بود. مارتین اکنون نه تنها درست‌تر بلکه خیلی آزاد حرف می زد. زبانش خیلی بای شده بود، راست، بعضا سرگرمی صحبت شده باز عنصرهای شیوه را استفاده می کرد و جمله را نیم کاله می مانند. گاه کلمه‌ای به همین قریبی یاد گرفته‌اش را گفتنی شده زبانش می گرفت، ولی گپ تنها از درست ifade کردن عبارت نبود. اکنون او هنگام صحبت خود را آزاد حس می کرد، ظرافت ها می کرد و روف از این فوق‌العاده خرسند می شد. این تأثیری ظرافتی فطری بود که برای این رفیقانش او را دایم و دوست می داشتند، ولی وقتهایی پیش به علت کم لغتی این فضیلت خود را در حضور روف آشکار کرده نمی توانست. کنون یک اندازه آموخته شده و دیگر خود را در محیط روف بیگانه حس نمی کرد، ولی با وجود این مارتین از حد زیاد احتیاط کاری می کرد و بر روف امکان می داد که صحبت را به آهنگ شوخ و بی تکلف ببرد. راستی خود نیز کوشش می کرد از وی نماند، ولی یگان بار هم اینان صحبت را به دست خود نمی گرفت. مارتین به روف نویسندگی خود را گفت، نقشش را بیان کرد، علاوه نمود که مقصد از این درآمد و دوام دادن آموزش است.
ولی روف به این نقشه او با نظری شوپه نگریسته حوصله او را پیر کرد. میدانید، گفت او کشاد و روشن، ادبیات نیز مثل دیگر کسب و کسب است. البته من دانشمند نیستم، من فقط حقیقت‌هایی برای همه معلوم و مشهور را میگویم و بس. آخر پیشکی 3 بلکه 5 سال شاگرد نشده آهنگر شدن ممکن نیست، ولی درآمدی نویسندگان از آهنگران اکثر است و یقین برای همین هم بسیاری ها نویسنده شدن میخواهند و حتی زور زده هم میبینند. شما گمان دارید که من از این قابلیت محرومم؟ پرسید مارتین و درونکی خرسند شد که فکرش را بدین سان روان بیان کرده توانست. خودی همان لحظه مرغ خیالش به پرواز آمد و گویا هنگام این مصاحبه که در مهمانخانه میگذشت بدید که در پهلویش صدها لوحه حیات پیشتر او لوحه های دغل و نفرت انگیز آویزان بودند. ولی این همه خیالات رنگارنگ جریان فکر او را قطع نکرده و به رفت صحبت خلل نرسانیده در یک چشم زد از پیش نظرش گذشته رفت. در آینه خیالاتش مارتین این دختر دلبر و فتان و خودش را دید که هر دو در میان کتاب و مصوره ها در حجره براحتی که از همه چیزش آثار مدنیت و تربیت خوب هویدا بود به زبان شیوای انگلیسی صحبت داشتند. این صحنه که به آن روشنی بلند پرتو افکنده است گویا در مابین آینه جای گرفته بود. در اطرافش باشد گرداگرد آینه صحنه های تماما دیگر پیدا شده فی الحال از نظر غیب می زدند و او همچون تماشابین هر یکی آن را انتخاباً تماشا می کرد. این صحنه ها که شعله های بلندی نور ارغوانی آنها را از میان کفکی موج زننده نیم تاریکی تومن کشیده می گرفت در پیش این نظرش یکی پس دیگر پدیدار می شدند. او چوپانه را دید که در میکده ویسکی بلند می نوشیدند. در گرد و پیش سخنان دروش صدا می دادند که به الفاظ قبیح آمیخته بودند. خودش هم نزد پیش تخته راست ایستاده و در نوشیدن و دشنام دادن از بدمستان و شورپشتان اشدی نمی ماند یا همراه آنها در گرد میز در روشنی چراغی کرسینی دود کرده ایستاده نشسته کرته می کشید و مهره ها را جیرینگاس می زنند. سپس خود را تا میان اوریان و با مشتای فوشیده بدید. این پیش از آغاز زنازنی فراموش ناشدنی او با لیورپولی ملموی در برتوزی سسک ویگان نبود. بعد صحنی به خون آغشته کشتی جان راجرز را در آن سوپی تیرت بدید که بلوا خسته بود. یاردمچی یکم را که در تلواسه پیش از مرگ پیچ و تاب میخورد تپانچه‌ای در دست ناخدا از میلش دود برآمده ایستاده را انبوه دریا نوردانی قیافه هایشان از غایتی خشم و غضب بدنما شده مجروحانی را که از دهانشان باران دشنام و حقارت میبارید بدید و سپس از این همه منظره ها دوباره به صحنه اساسی، صحنه آرام و ساکین که به آن نور درخشان شعله می افکند بازگشت. دوباره روف را دید که بین کتاب و مصوره ها با او صحبت دارد. رایلی کلانی را بدید که اندکی بعد روف برایش موسیقی خواهد نواخت. جمله درست ساخته و درست بیان نموده خود. شما گمان دارید که من از این قابلیت محرومم را بشنید. اگر آدم حتی قابلیت هنری آهنگری داشته باشد، خنده‌کنان اعتراض بیان کرد روف، آیا این کفایه است؟ من هرگز نشنیدم که یگان کس اول شاگرد ایستاده آهنگر شده باشد. شما به من چی مصلحت می‌دهید؟ پرسید مارتین. لیکن در یاد داشته باشید من در حقیقت حس میکنم که نوشته میتوانم. این را فهمانیدنم دشوار، ولی انیق حس میکنم که نوشته میتوانم. صرف نظر از آن که نویسنده میشوید یا نه، خواندنتان شرط است. کدام ساحه را انتخاب نکنید به شما دانش لازم است و آن باید دانشی منتظم باشد، نه تصادفی. شما باید به مکتب روید. ها، لب گشاد مارتین، ولی روف
سخن او را برید. شما می توانید همان وقت هم نوشتن را دوام دهید. ناعلاج می نویسم. دغلانه جواب گردان مارتین. برای چی آخر؟ روف نارضایانه با او نگریست. دو پای را در یک موزه انداخته یک روی کردن مارتین به وی معقول نبود. برای آن که به نوشتن آموزش هم نمی شود. آخر به من خوراک و پوشاک و کتاب خریدن لازم است. این چیز دائم از خاطری من می براید، گفت روف خنده کنان. برای چی شما به درآمدی تیار تولد نشدید؟ برای من تنی صحت و فراست 1000 بار اولاتر، جواب گردان مارتین. درآمد باشد وقت و ساعتش قطعی می آید. من از دهانش قریب از برای شما برآمده بود. از برای یگان چیزی دیگر کردارهای بسیار کرده می توانم. کردار نه کار گوید؟ ندا کرد روف با ترس و هراسی هزل آمیز. مارتین خجالت کشید. گپتان درست، گفت او. خواهش میکنم همیشه خطای مرا اصلاح کنید با جان و دل، جواب داد روف بی جرأتانه. شما بسیار خصلت‌های خوب دارید و من میخواستم که آنها باز هم بسیارتر شوند. مارتین خودی همان لحظه به گل تبدیل یافته خود را در دست روف بدید و از دل جان میخواست که روف از او یگان چیزی به خودش دلخواه بسازد. روف باشد. از دل و جان میخواست مارتین را به قالب مرد اندازد که برایش نمونه عالی می نمود. و چون گفت که امتحانهای قبول به مکتب میانه روزی دوشنبه آغاز می گردد، مارتین خودی همان لحظه عرض کرد که راضی است به امتحان سپاری رود. بعد این روف به سری ریال نشست و خیلی وقت برای او موسیقی نواخت و سرود خواند. مارتین باشد با شوق و هوسی تمام به روف می نگریست، به وجد می آمد و حیران می ماند که چرا در پیرامون این دختری رنگ پریده صدها هواداران غم نشدند. چرا همه تن هوش شده مثل او نوازش و آوازی وی را نمی شنوند و چرا مثل او از برای وی آب و ادا نمی شوند؟ شنوندگان ارجمند، شما